نگه بچه را مجبور شد این دولت تاجیکستان به صاحب شده یا که صاحب نداره. این روز فرزندی من پگه چون میکنم؟ پگه کی نمیکشم؟ این مردم شکرانه اون را کنه که ما دولت آزاد و صاحب استقلال داریم. تاجیکستان را یگان انسان نمیپرسد تو آدمی یا نیست. سگ قدر داره، آدم زاد قدر نداره. تاجیکستان فقط با پول رای کنه، مهاجرا پول رای کنه، تاجیکستان را دوست میدارن. خیانت نکردم، این خیانت بد میبینم، نمیدونم که کجا چیکار کنم. نویسم پرتوی نمیشه جهان بفهمه که حقیقت نیست همین تاجیکستان دا. حقیقت باشه 21 سال گفتن یک عمر آدم ای نخواد همه خیل میشه. انسانگری کجا دا؟ آخرین سخنش چی گفتی سردار؟ آخرین سخنش گفت که من راضی نیستم. برای چی ما گناه نکردم. یگان تاش همه را به فشار گل کرده گردنمون نگه. به فشار کرده که همه دورا. همه تلویزیون که گاز میگه فشار خاطی گازمون میگه. سوزندگی پشیمان شولی خانوش از روی اوز بی بدلش سوزندگی این رسمی دهیم بده کودکس 72 ساعت اومده که 17 شبانه روز کدگی بگردم بگی پیشوی برای رزولتات برای رزولتات بچه کم اقل بچه را آوردن خیلی کردم قسم در این دولت دادر همیش این سوزندگی پشیمانش از روی اوز بدلش سوزندگی همیشه که بگردم. شما دیدین؟ چی داره اکسپرتیزا بودن همه چی بودن نه سوخی هگان جای دیگه مراجعت کردنین شما؟ رفتیم هیچ کن چی مونه نمه جواب مونه نمه مگر همین از روی ناموس است، از روی وجدان است. ما مرگ آرام داریم، ما جنگ آرام داریم. آله رحمان با مقابل مردم جنگ می جنگه، به خاطر دارایی به جنگه. فرزندان این ملت به خاک سپارید. رحمان که بالای همون قبرستان های برادران ما و شما امروز حکومت میکنه، بالای اشک یتیمان و فرزندان ما و شما حکومت میکنه. ای مردم جمع شوید، ای مردم متحد شوید. ازبک‌ها شدن، قرقیزا شدن، قزاق‌ها شدن، آذربایجانی ها، تمام ملت و مردم متحد شده است. ما چرا نمیشیم؟ چی بلا زده است ما را؟ آخه چرا ما متحد نمیشیم؟ ندارم هیچ کس، هیچ چی نیست. میترسن مردم بیایم. سوگند با آب و خاک مقدس وطن که مسئولیتی تقدیری امروز و آینده دولت و ملت تاجیک را بر دوش میگیرم. بارودارو بیرو یعنی مدارا دستگیری کنیم نوی وگون ایده این شرایط بارودارو این همی قدر مثلا چیزی چورا داره شرایطش نمیاد. تمام کوخنی نوار سرکرده از قاشقچه چای نیلاش کرد تا پوسه خوراکخوری همه از تیرلا. از دیدن چنین منظره چشم انسان و عقل انسان در حیرت میماند. هنگام مردم تاجیکستان شکر نمییابد تا چای شیرین و فرزندش دهد، این راهبر دولت از ظرف طلایی خوراک استعمال. همه زندگی در سر منزده ما همه زنکا میبرویم همه راه ده کار میکنیم که شکم رودکامون سیر کنیم. بخیر شروع تلویزر تابلون تماشا کنیم و کار میرفم. رشتم چپه میکنیم، جویا که میکشیم، کار مرده که میکنیم که مقصد که خطابی هم بیگاه نام ببریم در خانه. مردمی که بالای بتان می نشینند
و دست طلبندگی دراز میکنند امروزها کم نیستند. در یک وکزل و بازار و پدزیمکه و نزد باغها یک نظر اندازه چقدر گدا و بیچاره و کم بغل زیادند. شما توف کردید بالای حقوق این ملت. توف بگیرید مسخره بازی دیگرتون انجام دید تا که بعد مردم جهان نشان دید که شما کی هستید. 4 تا مسخره باز. انا همین هستیم به خدا قسم. ما انا همین. فکر این داشته باشید شما که این ملت روز به خدا قسم از شما میپرسد. شما از کیسه این مردم دغدغه میکنید. زن و بچه هاتان از کیسه انا همین بیچاره حقا است. انا همین ها است که بانک های شما را آباد میکنن. زندگی شما را میچرخاندگی انا همین جوان ها هستن. شمایی که امروز بالای حقوق این مردم توف کردید. فکرش داشته باشید. به خدا قسم فکرش داشته باشید که روز این ملت از شما میپرسد. شخصانی که نسبت زنان مسلمان توجیک این خیل عمل ها را میکنند باید در کنوشان چوب بزنند و اگر شپلاق آودار بخورند بفهمند که این عمل ها را دیگر کردن در کار نیست. میدانید که چی با؟ چون که اینو یک خلش گذراندگی هستند. یک بار زدن کشتن برادر مسلمانی ما را برای ریشش و فکرم که بس این کارت برای حجاب زن مسلمان میخوان که تجاوز کنند برادران. و من حاضر ویدیوی همین زنی توجیک میمونم و شما خودتان میفهمین که این زن چی میگه و نسبت همین زنی توجیک چی عمل ها را کردن. من گفت زنم که اگر خواهین خدا زده فهمون میکنیم 15 نفر تقریبا بودن. همشون از هر جا بودن. همشون لباس های گرجدنی داشتن. در کابینت پادپالکونیک بعدا گفتن که گیرین لیبلی چشکنین همه کسا فلانش کنین یک تاتون سیوم کنین گفته با اکای خوینش روان کنین. اکای خوینش دیده خودکشی کنه ای باشد در اینجا تو باشی گفت در اینجا خط میکشی. پدر داود جا گفت خطا میکشه. اومد به نزد ما همی پادپالکونیک کورتکم ایتانم هم خیلی پیش کشید و پیش کشید مرا و دست بگی گفت خیلی بساط کش. من گفتم مکه نکنه نه خدا بترسن. همه خیلی کشید ایتانم کورتکم یک موش در پشت سرم زد. من سمزاشی تکردم هم خیلی گرفت تیلم کردم چه دستول چی کاشت مانده که بعد زدم هم میانم از کارمان که حجاب بسر میکنن بعضن و میکنن پیش از همه این بیسوادی بیمعرفتی هست. سوادی کافی ندارن اونا و هم گمراه گشتگان حتی از همون زندگی خودشان نمیدونن چی کار میکنن. محکم کنه پول مچتا نه تو هم گفت میسی او محکم کنه مچتا دیگه گفتم گفتگی میسی او محکم کنه پول مچتا من ماش صاحب دارم ماش باید هاش باشه بودن ماش صاحب دارم. خدا بگه بندگان من ای انسان ها ای متکبران ای کسانی که مسجد ها رو من میکنید از خدای خود ترسید. روز زمین شما را پاره میکند. روز دلهای شما را میکفاند. جگرهای شما را پاره میکند. سوگند با آب و خاک مقدس وطن که مسئولیتی تقدیری امروز و آینده دولت و ملت تاجیک را بر دوش میگیرم. تو امروز ما یگان کان یا ظهورات نبود که ما به جانب خطای اونا داده باشیم. امامعلی رحمان نه تنها قسمت بزرگ از ولایت مختار بدخشان را به خطایی ها فروخته است، همچنین بخش دیگر از مرزهای مملکت را در ناحیه مرغاب این ولایت برای بنیاد پایگاه جنگی به اختیار و استفاده ارتش خطای واگذاشته است.